السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، در لغت عربی انشاءالله که قسمی 11 هم رسیدیم. در جای علاقه ما کمی علاقه در گراماتیک، یعنی که صرف دمید رویم امروز انشاءالله، و خیلی ما را آسان می شود فهمیدن کلمه ها که جمله ها و ساختن کلمه ها که آسان می شود. مثلی در جا گفتگی مثالش نویسندگی هستن، نگاه کنیم متوجه شین تا آخر گوش کنین که انشاءالله انسانی که بخواد که عربی رو یاد بگیره، اگر گپ زدنشه فهمیدنشه، این درس مهمترین شروع شده که بگین درس های مهمه که به این هرگز انسان میتونه عربی رو بفهمه یا که گپ زند. هرگز اگر یکم کلمه رفته که نداند ممکن او کلمه رو یاد گرفتنش او قینی نیست. نکی این درسی که وقتی که در آمدن بگیم صرف که هست، به این نمیشود هرگز انسان که لغت عربی را طوری گپ زند. مثلا در خط اول شما دیدین که جلسه، در حدیث گفتیم که الجلوس به اون ششتن میشود. جلوس از کلمه هم جلسه از کلمه جلوس که از ششتن گرفتگی است. جلسه به معنای ششت، نشست، همون ششتش میگیم نشست. یجلسو میشیند یا که می نشیند، اجلس بنشین یا که بشین. از هر کلمه وقتی که مصدر باشد از اون عرب 12 چیز میبرد. 12 چیز میبرد. ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، همه خیلی میرود. ما نو بدایتش هستیم. این سه چیزی اولش میگیم. جلسه نشست، زمان گذشته، ایرا به عربی ماضیش میگن. ماضی زمان گذشته را میگن. ماضی یعنی یجلسو می نشیند، می نشیند. جلسه نشست میشه. نشست برای یک مرد استفاده میخورد، برای یک انسان، یک مرد با همو. جلسه برای یک مرد استفاده میخورد. یجلسو می نشیند، آن یک مرد نیستن. اینها کلمه هستند که انسانی که غایب هستند، در پیش ما نیستند. ما همین خیلی گپ میزنیم که جلسه ششت یجلسو می نشیند، آن یک مرد می نشیند. آن یک مرد در زمان آینده. این کلمه برای یک مرد است. اجلس بنشین، بنشین یعنی که برای ایران برای یک مرد است. مردانگی هستند اینها. در عربی مردانگی از زنانگی در بسیار چیزهاش فرق دارد. به هم خاطر لغت کشادترین و درستترین لغت عرب است. جلسه می ششت نشست، یجلس می نشیند، اجلس بنشین. انا که ما اینجا فهمیدیم که دیگه چه کلمه ای که ما را بیارن، ما میتونیم که از همون کلمه هم ماضیش هم مضارعش هم امرش پیدا کنیم. جلسه که ماضی هست، یجلس مضارع که زمان آینده است، اجلس بنشین امر است. مثلا اینا الضرب، الضرب به معنی زدن. الضرب چی؟ زدن. از همین الضرب میتونیم که همین خیلی مانند هم جلسه رو ببریم. چه خیل؟ ضرب یضرب اضرب. ضرب یعنی که ضرب زد، آن یک مرد در زمان گذشته. یضرب میزند، آن یک مرد در زمان آینده. اضرب بزن ای مرد امر است. دیگه اینجا مورد آسان شد. دیگه کدام کلمه که ما رو بیارن میتونیم که هم گذشتهش هم آیندهش هم خطاب یعنی که امرش پیدا کنیم. به همون خاطر گفتیم که مهمترین هست که از اینجا علاقه کلمه سازی برای شما آسان شد. یک مثال دیگه نه، خرجه، الخروج به اون برآمدن می شود. خرجه یخرج اخرج، خرجه یخرج اخرج، برآمد میبرد ببرو. دیگه همین کلمه رو ساختنش ما خودمون ان شاء الله که وقتی که صرف یعنی که گراماتیک که آموختیم، هر آینه بسیار کلمه که یک کلمهش از یاد میکنی، از یک کلمه 12 چیز دیگه معناش فهمیده رفتن میگیری. شاید اگه مشکل ندارد. انا که از همین کلمه‌ای که جلسه و مثلا یجلس و اجلس ما کلمه میسازیم. چه خیل؟ جلسه ششت گفتیم که نشست. در کلمه میگه که جلسه علی الکرسی، نشست. علا گفته بر بالایی میشه، بر میشه بر بالای یک چیز. علا جلسه علی الکرسی، نشست بر بالای کرسی. فهمو؟ جلسه علی الکرسی، نشستی بر بالای کرسی. یکی یجلسو،
یجلس تلمیذ. یجلس گفته چی؟ می نشیند. می نشیند شاگرد. یا که اجلس. اجلس. اجلس فی مکانک. بنشین در جایت. یا که مثلا مثال های ضربه از باب ضربه. ضربه انس عمر. زد انس عمر را. گفتیم که کلمه های مردانگی هست. فراموش نکنید اینجا با زنانگی هست. حاضر انشاءالله درسی 12 میشه. یکی یضرب. یضرب ابوه بشده. میزند ابوه پدری همون. اب پدر میشه. هو کشید همون بچه که همون مرد. هو این ضمیری بود که به سوی مرد میگشت. گفتیم بیاتون باشه. هو ها هما هم هو نگذشتگی میدرسه. یضرب ابوه بشده. میزند پدری همون بشده به سخت میزند. یعنی که اون بچه را اضرب چی بود؟ امر بود. اضرب الکلب. اضرب الکلب گفته بیزن سگ را. کلب سگ می شود. این در حدیث اومده است که شما وقتی که در نماز شیشتین مانند که ایقاع الکلب نشینین. که ایقاع گفته مانند شیشتنی کلب سگ نشینین. در نماز شیشتی باید مانند سگ نشینین میگه. انا که دیگر کلمه این بدایتش به حمزه شروع می شود. این کلمه این مثال هاش در نویسندگی هست که اخذ یأخذ خذ. اخذ گفتیم گرفت. آن مرد در زمان گذشته صیغه یک مردینه است. صیغه واحد مذکرش میگن. اخذ گرفت. یأخذ میگیرد. خذ بگیر. خذ چی؟ بگیر. اخذ گرفت. یأخذ میگیرد. خذ بگیر. انا که مثال های ایرا میبینیم که چخیل هم کلمه هایی که اینجا میاریم برای مثال هاشون اینها کلمه های نو هستن. هم کلمه را از یاد میکنیم، هم جمله سازی و هم صرف های فهمین ان شاء الله. اخذ مسطره. اخذ مسطره. تا اخذ مسطره. گرفت جدول رو یا که خط کشک رو که جدول رو مسطرش میگن. یأخذ نشافته. میگیرد نشافه رو. نشافه گفته آبچینک یا که نمچینک میگن. عربا هازی خمونچ خیلی که سالچاقش میگیم یا که پلتینسش میگیم همیدم استفادهش میکنن. همین نشافه را در همین چی میکنن؟ استفادهش میکنن. خذ کراسه. کراس ما در درسای گذشته گفته بودیم که کراس به معنای دفتر هم میشود. عربا دفترش هم میگن، کراس هم میگن شه. اگر به یادمون باشه. اگر انا که اینجا در بعضی کلمه هایی که بگیم که بسیار استفاده میخورن همونها را میگیم مانند هذا این میشود. عین ما کو کجا میگیم کو کجا مثلا عین میشود. ما چی میشود. من کی میشود. لماذا بگیم برای چی. این کلمه ها بسیار استفاده میخورن. هذا این میشه عین کو یا که کجا. ما چی. من کی. در تاجیکی هم در گراماتیک تاجیکی کی ها و چی ها هم خیلی استفاده. ما برای چی برای بیجان هست. من برای جاندار هست. لماذا برای چی. اینجا درس ما کوتاه کردیم به خاطری که هست باید برادرایی که این وقتی گوش میکنن حتما کلمه هایی که پیشتر ما گذشته بودیم همه را نگاه کرده جمله سازی کنم. باید یک سری دیگر را میگویم. یک سری را میگیم که این شاید که یکم بار میفهمن ان شاء الله برادرها. یک چیز مصدر میگن. مصدر همون چیزی هست است که اصل یک چیز میگن. هر کلمه ای که در آخرش به تاجیکی به فارسی اگر تن و دن یافته شود اون مصدر است. وقتی که مصدر که باشد از او همه چی میبروید. مثلا ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، همین خیلی دیگه امر نهی، همین خیلی 12 چیز عرب از هم مصدر میبرود. مثال دیگه مرد اینه الرجل مرد میشه. تن نداره دخوی. نیکی الضرب گفتیم زدن دن داره. القتل کشتن
تن دارد. دن و تن داشته باشد از اون 12 چیز برآوردن ممکن است. یعنی که چیزی که خون ماضی مضارع امر برآوردیم کو ضربه یا ضرب یضرب، چون که مصدرش الضرب هست، از زدن هست. یا که القتل کشتن، مثالی گپ قتل یقتلو قتلا، کشت میکشد مثلا کشتن. این سیر هست، سیری هستی که در کلمات تاجیکی ما همون کلمه را که میفهمیم که هم مصدر هست. اگر مصدر باشد هم اصل چیز باشد، اینجا فهمیده میشه که 12 چیز از اون برآورده میشده است. حاضر ما ان شاء الله 12 چیز معیده میگیم برادران. ما هم کلمه را از یاد میکنیم، هم گراماتیک را برابرش میفهمیم. حاضر ما اگر که مثلا که فقط لغت بگیم، اگر بگذار اگر که 2 ماه لغت فقط بگیم، شاید بعضی برادر خسته میشن، میگن ما کی گپ زدن یاد میگیریم، کی ما توغری میشیم. گفتن ما با اون خاطری خیلی کردیم کم کدام کلمه‌های گراماتیک را درآوردیم، یعنی که صرف درآوردیم، تا اینکه هم کلمه‌ای که شما از یاد کردین مصدر بدن شب بفهمین و دیگه خطون جمله ساختن بگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.